محترم الجماعت در اعلان بسیار مهم هست ماشین‌ها رو به یک سمت گذارند تنبشوی راه ندهند. محترم الجماعت روز گذشته کارگاهی حفظ حقوق آمدگی بودم گفتن که ما دنبال روز جمعه شهر می‌داریم که همین نمونه ماشین‌های کنیم، لیکن مردم از حد می‌گذرانند، دو طرف ماشین می‌گذارند. شما از جهت ایمانی و اسلامی از جهت اعتقاد هر یک انسان سخن کنید که آنها نکنند همین کار، دو طرف ماشین نمانند. این خیلی ممکن نیست. همین چیز حالت‌های فوق‌العاده هست. خیلی ما گفتیم که محترم ما چندین مراتب بیان کردیم همین چیزا، لیکن خب اگر گفتن ما همین چیزا بیم فرمان کنیم و همین همشه جریمه میکنیم می‌آید خفه شبکش نیست. گفتن که روز جمعه ما همین آزار ندیم همین بنده های گفته چندین مراتب روزهای این سیکی رای هم خیلی بساطه هم. محترم الجماعت همین من بار دیگر میگم که پیش آمدگی ها کوشش و غیرت کنید که ماشیناتون دورتر مونتون. خب اکنون این معنای آن را ندارد که ما همین تا پیش مشته ماشین هر جا نباشد میان جای کوچه پخته برویم. این خیلی معنا ندارد. این چیز این بی‌معنیگی هست برادران. این از روی دین و دیانت هم توضیح نمیگیرد که ما رای عامه بندیم. خیلی دیگر این آخر ماشین‌ها رفتار دارد، یک چیزی ماشین رو میرساند. مثال دیگر از برای همین التماس ما آن است که از روی ایمان و ایمانداری برادران همین ماشین‌هاتون جای درست بمانیدتان، خلل نرسانیدتان، از دو طرف ماشین نمانیدتان. همینجا کوچه کلان است. این کوچه مثال ماشین‌های بارکش می‌گذرد، دیگر ماشین‌ها می‌گذرد. برادران عزیز همین چیز به اعتبارتان اینقدر مثال همین موبایل همین فشار نشود همین چیز و در خل آخر گپی توریه است. آخر این نه اینکه فقط برای ویم که این ارگان‌های حفظ حقوق در کار نه، لیکن آخر این باش میگه که برای چی نظارت نکردن. اگر یک حادثه جا میگه برای چی نظارت نکردن، برای چی همیهای همشه نمونه رو نکردن، برای چی جریمه های کلام نکردن. از یک چیزی زبان ها میگویم این چیزا اینا جی واقع پیسر بخون نکردن همین چیزا. ما همین حفظ حقوق میفهمیم که برای چی گیه ها بوده نظارت نکردن، برای چی نمره ها نکردن، برای چی جریمه نکردن. همین که یک چیزی زبان ها میگویم عیب ماندن آسان، لیکن آخه اجرا کردن ما در کار. از برای همین محترم الجماعت همین چیز به اعتبار تیم تو تا زنده سوی نیکی قرار مگر کامیابی به دیگر سرا. چونین گفت مرد جفت را نرشید که فرزندی ما گر نباشد دلیر بیبرن از اون میگو پیوند خویش. ببینید شاهنامه حضرت فردوسی ما چی به دلالت میکنه، میگه که همین نرشید جفتش شد، یعنی زن بیان کرده اگر همین فرزندی ما دلیر نباشد برای حفظ و حمایت همین وطن هم مثال شیران دم بدید همون جوری که منزل خودش هست. دیگر شیر در روی دیگر اگر همون شیری نر شیر بی‌قوتی کند دیگر فرزنداش رو لخ میکنند. دیگه هستید نمیدونم. یعنی ما انسانیت هم همچنان است، باید کمی سرحدا مایه ما همچون شیر فرزندانی ما همچون شیر محافظت کنند. گر نباشد فرزندی ما دلیر از او میگو پیوند خویش. ما همه چیز بریده میبریم این فرزند این فرزند ما در کار نیستیم. البته برادرها همه عالم نمیشد این دنیا که ما بگیم که همه عالم شود، همه عالم نمیشد این دنیا. لااقل انا همون مفکوره خودش درست کرده ایستاده از همین حزب و حرکت‌های ممنوع شده که امروز خطر عالم اسلام بینید. همین عراق بیان کردن، سوریه گویم رسخاش برآوردن، گویم که دیگر لیبیا یا افغانستان چی بود هم است. همین حزب و حزبگرایی و یعنی که گوش کردن همون ناخلفان از برای همین اقلا فرزندای ما. البته اگر همه غیرت کند، همه کوشش کند علمدار شود این جمهوری یعنی پیشتر از همه پیش قدم ترین عالمند دولت میشد. همین علم کتی میشد آبادانی فیض و برکات علم کتی میشد. از اون خدا میگه که اوتو العلم درجات
ما علم به درجه های بلند دادیم. اگر همه عالم باشند چی؟ همه فهمند چی؟ یگان ناتیجه هم نمیشد، یگان ناآرامی هم نمیشد، همه میفهمند. یعنی این همه ناآرامی های همین دولت ها از جهالت، نادانی، فریفته شدن، یعنی همون حزب و حرکت هایی که افراطگرایی دینی هست، یعنی از نام دین سخن میکنن، از نام دین فرزندای گمراه میکنن، یعنی که یک ملتی بهترین دنیای فرزنداش رفته خودش میکنن، خودش که نابود میکنه، میپراند، میکشد، در نتیجه خودش هم هلاک میشد. خدا وای شما برای هلاک شدن نه، برای این جامعه آباد کردن، برای پدر و مادر را نیک نگاه کردن، فرزندان و فرزندهای تربیت کردن آفریده است. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. خداوند مهربان هم ما را به راست و هدایت کند. الله اکبر.